میگم امیر کشته مردم بوده، خودش میکشته، به همین خاطر توی آهنگ ببین شوهر غیرتی بود گفت او چرا تو آهنگ راجع به چوچوله زن من حرف زدی چی؟ میگم امیر اینقدر اونجا سوخته که اومد خواستگاری کرد و اینا، من ردش کردم برای آبروریزی اینو خونده تا اصلا بهش اهمیت نده. ها چطوره؟ بعد اگه گنگستر بود شوهرت اومد منو با تیر زد چی؟ خب اون دیگه مشکل توی عزیزم. سر یه چوچول ما باید بگاه بریم؟ بابا این چوچول ندا یاسیه، تو خجالت نمیکشی؟ تو چرا قدرشو نمیدونی؟ چوچول آنجلینا جولی هم باشه من حاضر نیستم بگاه برم سرش. همینه، تو همیشه بدون دختری. واقعا یعنی اگه سر چوچول بگاه برم دخترا میان؟ چوچول میارزه عزیزم. چوچول؟ بچه ببینین تتری چقدر منو بی تربیت کرده. تو خودت بی تربیتی بابا. ببین با ازدواج نمی کنم. چرا میکنی؟ تو با من ازدواج میکنی